سبب‌های غلبه عرب‌ها در تاجیک زمین. شورش‌های سال‌های 20 و 30 آخرین مبارزه تاجیکان برای آزادی وطن از عرب‌ها به شمار می‌رفت. شورش‌های سال‌های 40 و 80 عصر هشت خاراکتر ملی خود را قسماً گم کردند. آنها به مقابل نه همه عرب‌ها بلکه در اول به مقابل سلاله امویان و بعد عباسیان نگرانیده شده بودند. سبب‌های اساسی غالبیت عرب‌ها بر تاجیکان پراکندگی سیاسی در تاجیک زمین شرقی بود. در این سرزمین بعد از بین رفتن دولت هیتالیان دیگر دولتی متحد و متمرکز به وجود نآمد. هر ناحیه شاه خود را داشت و شماره این شاه و شاهچه ها به صدها می رسید. بدبختی در آن بود که آنها بین خود ضدیت آشتیناپذیر داشتند. باید یادآور شد که شاهان تاجیک در یکی از شهرهای خوارزم جمع شده درباره مبارزه یکجایه به مقابل دشمن عمومی به موافقه نرسیدند و تنها قرار دادند که همراه عرب‌ها به مقابل یکدیگر نجنگند. شاهان تاجیک نه از همسایگان و همقومان خود بلکه از ترکان یاری می‌طلبیدند. ترکان در نوبت خود منفعت‌های خود را داشتند و موافق آن عمل می‌کردند، یعنی آنها یاری خالصانه نمی‌رسانیدند. حتی در مبارزه یکجایی تاجیکان و ترکان نقشه عمومی عملیات اهلانه به وجود نمی‌آمد. لشکر عرب مقداری زیاد از جنگاوران کسبی و خوب مسلح شده عبارت بودند. آنها سرور یگانه و نقشه یگانه و عملیات جنگی فراوان داشتند. لشکریان تاجیک از اشرافان و دهقانان عبارت بودند که آنها تجربه و نظریه و عملیات جنگی کافی نداشتند. آنها به جنگ با لباسهای پر از زر و زیور و خنجر و شمشیرهای زرندود می آمدند، گویا آنجا نه برای جنگ بلکه برای نمایش می رفته باشند. عرب‌ها آنها را به آسانی شکست داده سلاح و لباسشان را می گرفتند. طبقه های هنرمندان و کشاورزان به مقابل عرب‌ها جلب کرده نمی شدند. شاهان محلی با دست عرب‌ها و یاری آنها رقیبان خود را مغلوب و ملکشان را خراب می نمودند. از روایت طبری معلوم می شود که عرب‌ها در فصل زمستان لشکر خود را پراکنده می نمودند. سپاهیان به وطن خود نزد خویشاوندان می رفتند. تاجیکان می توانستند در این وقت متحد شده عرب‌های پراکنده را به آسانی مغلوب نمایند، به گروگان گیرند و از مملکت رانند، اما آنها از چنین موردهای مناسب یگان بار استفاده نکردند. جاسوسان عرب در تمام سرزمین تاجیکان جای گرفته از فعالیت محلیان به مرکز خبر می رسانیدند، ولی تاجیکان از فعالیت مخفی دشمنان چندان آگاهی نداشتند. تاجیکان موافق دین مزدیسنا به طبقه ها تقسیم می شدند و هر طبقه موافق عرف و عادت خود می زیست و به طبقه اجتماعی دیگر همراه شده خویشاونداری کردن نمی توانست. این فرقیت اجتماعی یکی از سببهای سوس بودن جامعه زردشتی در وضعیت جنگی بود. جنگیدن و محافظت وطن به ذمه طبقه آزادگان و سوارگان بود. آنها قدرت پیشین را نداشتند. این طبقه بندی در دین و آیین نیز وجود داشت. هر طبقه به معبد خود می رفت. این فرقیت در دین اسلام نبود. اسلام همه مردمان مسلمان را برابر حقوق اعلام داشت. خداوند برای همه مسلمانان یک بود. در آیین مزدیسنا در زمان اصطلاح عرب عنصرهای بتپرستی یعنی سیماهای خدایان و فرشتگان در شکل هیکل خیلی زیاد بودند. تاجیکان سوغد، باختر، خوارزم و دیگر ناحیه ها باوری داشتند که در سیمای هر یک هیکل قدرت الهی جای دارد و آنها به دشمنان دین جزا می دهند. اما عرب‌ها در پیش نظر زردشتیان هیکل‌های خدایان را می شکستند و می سوزانیدند و آنها به عرب‌ها جزا نمی دادند. دل تاجیکان از آنها سرد شد و یکی از سبب‌های به اسلام روی آوردن آنها گردید. قتیبه بغورک پادشاه سوغد گفت: خدا خانه و مکان ندارد، خدایان شما دروغند.
فلسفه خداشناسی اسلام نسبت به فلسفه خداشناسی دین مزدیسنا چقورتر و گواراتر و پیشقدمتر بود. اسلام تمدنی به خود خاص اسلامی را تشکل داد. البته در هر منطقه وی در اساس تمدن محلی رونق و رشد کرد. در تاجیک زمین بود پرستی، تصویر بزرگان، فرشتگان و خدا تماما نیست شد. بجای وی نقش و نگاره های رستنی ها و هندسی ترقی نمود. یکی از تشکیل کنندگان تمدن اسلامی در تاجیک زمین و حتی عراق و عرب تاجیکان بودند. تاجیکانی مسلمان شده پهن کننده و رونق دهنده نظریه های اسلامی بودند. شما سبب‌های شکست‌خوری تاجیکان را از عرب‌ها در چی می‌بینید؟ نظر خود را در کامنت نویسید.